دوام پادشاهان منقیت. غیاث مخدوم آخوند، عبدالله خواجه، مفتی عسکر و سایر مفتیان و بعضی مدرس های مشهور نیز آمدند. هرچند میکردند به کار نمی رفت. استادان ایستاده بودند که 4 نفر طلبه دوان آمده به یک بار نعره زدند که چی نشسته اید که ایرانیان آمده مدرسه خیابان و جویبار را پخش کرده طلبه بسیار را به قتل رسانیدند. بعد از این آمده شمایان را نیز پخش خواهند کرد. از استماع این خبر سامعان یک باره به خیام در آمدند. از دست استادان دادها کرده گفتند که شمایان صلح کردیم، گفته مایان را مشغول میکنید. ایرانیان وقت را غنیمت دانسته ملا بچگان را میکشند. استادان همه در حیرت شده آیندگان را به حضور خود برده حقیقت کرده پرسیدند. آنها به قول خودشان مقر بودند و تاکید میکردند. پس ملا بچگان دیگر به گفته استادان خود هیچ گوش نمیکردند. شمشیر، میلتیق، کلتک، تبر، تیشه و تراشه ها برداشته به طرف غربی بخارا روان شدند. استادان و کلانان لامحاله به جای ایستادگیشان ساکت ماندند. قبل از این چند روز به مدرسه های کلان مثل کوکلتاش یک یوزه سرباز سه‌شنبه که همراه یک نفر یوزه باشی اشان قراول تعیین شدگی بودند، همان 4 نفر از دست ایرانیان داد گفته آمده خمیرمایه فساد شده همه را در شورش درآورده بودند که چند ملا بچگان متفقاً به یوزه باشی فرمودند که او نیز به ترتیب عسکر کرده سربازهای خود را صف فرموده از بالای صحن مدرسه به طرف قبله نگاه کرده همه سربازها ملتقای یک تیره 100 سال به یک تیر از آن نمی برآمدگی را گرفته به عجیب حالت ایستادند. راقم حقیر که در آن وقت ساکن مدرسه کوکلتاش بودم، همراه چند ملا بچگان خردسال و تحت رواق خودها نشسته تماشا میکردیم. یک ملا بچه بلند قامتی احول چشم خیلی آلفته مشهور بوده از حقارت و دشنام سربازها فارغ شده و طرف رواق مایان ایستادگی نظر کرده دشنام داد. چشمایتان به خاک تیره یکسان شود تا بکی اینجا تماشا کرده می ایستید، فرایید. تپانچه 5 تیره را به ما توغری کرد. همه از ترس جان به زمین رواق فر آمدیم و به خدمت غذا یعنی در ناخنک تیار شدیم. قطار غازیان صف بسته ایستادیم. به نظر آنها هر کدام تراشه به دست گرفته ترسان و هراسان ایستاده شدیم. فرصتی بود که این احمقان به طرف روان شدند. ما خودها را به نوع در عقب گرفته آهسته تراشه را پرتافته خودها را به حجره زدیم و همراه چند نفر از شریکان خود نشسته کثافت و شومه های این فتنه را تعداد نموده متاسف بودیم. تعقیب این شورش یک نفر از دوستان از طرف ریگستان تنها آمد که آن وقت اهل فتنه اکنون به طرف محاربه رفته ایستاده بودند. چند نفر ایرانیان چند جای را پخش کردند. گفته پرسیدیم. گفت که من هیچ کس و هیچ گپ را ندیده و نفهمیدم. اگر یگان کار میشد میدیدم. از سخن این کس حیران شدیم. گفتیم که مگر آیندگان حیله کرده بودند. القصه یک فوج ملا بچه به ریگستان و بعضی به خیابان راهی شدند. لامحاله ایرانیان نیز مسلح شده در صدد مدافعه بوده دست به محاربه برآوردند. اینها نیز رفتند. جنگ مغلوبه به وقوع آمده. محاربه سختی شده از طرفین. چند کشته شده. فساد کلان شد. جمعی که به ریگستان رفتند دیدند که ایرانیان مثل مدرسه گوسفند چند مدرسه را محاصره کرده در صدد تله کردن، زدن و کشتن شدند. بس که آنها نزدیک ارک و جای شهدا بود کشته نتوانستند. ملا بچگان خواستند که دیمار از روزگار آنها برآرند. قوشبگی فوجی عسکری کوانسکی را قراول فرموده است، لکن بنابر بسیاری ملابچه ها توجه عسکر نیز به ملابچه ها بوده. طلبه ها هر زمان زیادتر شده خواستند که از عسکری قفقازیه گذشته همراه آنها یعنی ایرانی ها مقاتله کنند. از برای ترسانیدن اینها قوشبگی فرموده است که عسکر به جانب ملابچه ها نگاه کرده پخت پران کنند شاید که فتنه پس شود. از بس که در بین عسکر ایرانی بچه ها هم بسیار بود، بعضی از همونها از ملتق تیر هم برآوردند و ایرانی ها نیز فرصت را غنیمت یافته از تحت پای عسکر تیر انداختند. چند از طلبه ها را کشتند و طلبه ها نیز چند از ایرانی را کشتند. بالاخره تاب مقاومت عسکری نظامی آورده نتوانسته ملا بچگان روی به گریز نهادند. از بس که جماعه ایرانیان نظر به شنید چند مدرسه را پخش کردند، طلبه ها نیز در لبی حوض گاوکشان حوله یک نفر ایرانی را پخش کرده خودش را دستگیر کرده به قتل رسانیده اسباب و املاکش را برداشتند. یک جماعه مردم فرصت را غنیمت دانسته به غارتگری و
شروع کرده چند دکانهای فقرای دولت ایران را شکستند، مالهایشان را گرفتند. چند نفری که به نیت غذا مال بچه‌های صحرایی از صحرا آمده بودند، برای پیشروی کارشان دکانهای ملتق سازی را شکسته ملتق‌ها را گرفتند و صاحبش باز می‌دهیم گفته بردند. از سوداگران بخارا اسباب حرب پرسیدند، آنها نیز ملتق تپانچه دادند. غرض که رسمی طلب به وقوع آمده، در این اثنا چند عجایب دیگر هم به وقوع آمد. یک روز چند نفر از طلبه غایب شده، هم ولایت‌هایش گریان و نالان گشتند. روز سوم محاربه ناگاه پیدا شدند و گفتند که مایان در بیان ایرانیان مانده به گورستان‌ها جاگاه شده چند را کشته، عاقبت خلاص شدیم. از طرف قبرستان مدرسه عالیچه همراه چند نفر ملابچگان گریخته آمدیم. چند نفر عملداران ایرانی مثل حسین علی تقصبا، ابراهیم بک میراب و چند دیگر ظاهرا برای سرشته مملکت برآمده هر کجا طلبه ای را دیدند پرانیدند. غرض که در این محاربه چند از تر و خشکی بسیار سوخت. روز سه شنبه آوازه برآمد که تورا پسر امیر می آمده است. مردمان شنیده خرسند شدند و بر سر راه منتظر بودند که قریب ساعت 4 بعد از پیشین یک دسته عسکر روس مع پولمیات‌ها مسلح و دستها نیزه سواره بلند گویان به شهر در آمده، طغری به بالای ارگ برآمده و چهار طرف قلعه توپها را شنانیده همراه دوربین و هر جانب نگاه کرده ایستادند، منتظر اینکه کدام طرفی که سرکشی کند به بالای او آتش باری کنند. آخر روز دوشنبه مکتوبی از طرف امیر آمد که طلبه کاری کنند که نزاع پس شود. در این باب کسی که جریمه کرده است به وجه لایق جزای آنها را می‌دهد. علما دستخط را به حضور طلبه آورده قرائت نمودند. فی الجمله ملابچگان از این مکتوب تسلیم‌مند شدند. قریب بود که دست از جنگ و جدال باز دارند، لکن باز در این وقت خبری دروغ تازه آوردند که گویا امین جان تقصبا نام عملدار ایرانی بود که حواله‌اش به تحت منار بوده. پسران و خدمتگاران او چند نفر ملابچگان را با وقتی مرور به ملتق پرانده کشته‌اند و به درون خانه پنهان کرده‌اند. از این خبر مرتابعتی آخری خون آنها به جوش آمده به علما معلوم کردند که شمایان این سخن را میگوید و آنها کار را چنین میکنند. صدارت پناهان در حیرت شده گفتند که مایان رفته از قشبگی احوال گیریم، چرا این چنین نقضی عهد و بی‌فرمانی حکم امیر کرده است گفته و ملائمت طلبه را تسکین داده رفته. این حادثه را به میرزا نصرالله بگ معلوم کردند و گفتند که شما مایان را برای صلح میفرستانید، اینها چنین میکنند و کردند. گفته واقعه حوله امین جان تقصبا را بیان فرمودند. میرزا نصرالله بک از شنیدن این واقعه روی به طرف آستان قشبگی و امین جان تقصبا نموده خیلی سخنانی سخت گفته است و فرموده است که اگر چنین است طلبه نیز رفته حوالی امین جان تقصبا را چنین کنند و مردگان را یافته گیرند. مردمانی که از تله در این اثنا خیلی بهره‌مند گردیده بودند این امر را فوز عظیم دانسته از چهار طرف رفته حوالی امین جان بیچاره را پخش کرده، پسران و خدمتگاران او را کشته، هر قدر مالکی داشت همه را بردند که چیزی نمانده است، اما مرده ها را نیافتند. میرزا نصرالله بک پروانچی حاکم شهر سبز و میرزا نظام الدین خواجه ایناق حاکم چهارجوی که هر یک معتمد دربار پادشاهی بودند، امیر آنها را اول بلوا به امید صلاح در بخارا فرستاده بود، لیکن هر کدام اینها نیز الفور به حکم زبان مرغان را مرغان میدانستند. و مضمون قضیه ملا برهان الدین رئیس اطلاع یافته اندیشه‌شان ویران شده و طمع وزارت شدند. با موافقت سراسکر کار را با خواهش و سیلب فقرا انداخته روز دوشنبه همراه چند نفر مفتی و مدرس های کفگرزن سراسکری روس را به اسب سوار کردن. نصرالله بک و امرای دیگر سواره برآمده اول مرتبه به مدرسه کوکلتاش آمده از طلبه استفسار نمودند. قشبگی را میخواهید یا نه؟ همه طلبه داد از دست قشبگی ایرانی نمیخواهیم گویان سرهای خود را به دیوار میزدند، گریه ها و زاری ها میکردند. و موافقت آنها اهالی بخارا که احوالشان مذکور گردید دادها میگفتند نمیدانیم که به آنها قشبگی بدبخت چی جفا و چی ظلم کرده است. سراسکری روس به طلبه ها و اهالی بخارا تملق های شیطانانه کرده قشبگی بیکار میگفت. القصه به همه مدرسه های کلان و کوچه بازارها دور گشته از همه مردمان همین سخن را شنیده سری خود را جنبانیده قشبگی بیکار گفته جواب میداد. و علاوه آدمان ملا برهان الدین رئیس و جلوی سراسکری روس در آمده علاینه از دست قشبگی دادگوید گفته به مردمان تلقین و تعلیم میدادند. غرض مقرر شد که 3 نفر حسین علی تقصبا، ابراهیم بیگ و امین جان تقصبایان فوری معزول شدند.
امروز گذشت. روز چهارشنبه اول روز اشتهار یافت که تورا پسر امیر می آمده است. از استماع این سخن همه مردمان بر سر راه ها برآمده منتظر بودند که تورا پسر امیر با شان و شوکت تمام مثل پدر خود همراه یک دسته کفقاس رکابی امیر آمده داخل بخارا شد. طلب دادخواهی از دست قشبگی کرده در گریه و ناله بی حد درآمد. تورا نیز بر فوق آنها گریان چون بیوزنان گذشته داخل ارک بخارا گردیده قرار یافت و این بیچاره نیز از رأی و دانش بیخبر نیست و فکر ملا برهان دین رئیس و میرزا نصرالله بیگ از غیر این که از فکر خود کاری را اختراع نماید اشتراک نموده واقعات گذشته را به مبالغه به امیر عرض کرده طلب معزولی آستان قشبگی را از طرفی که طلبه و اهالی بیان فرموده معلوم کرد. امیر در جواب او قشبگی و 3 نفر عملداران ایرانی را به حضور خود به کرمینه طلب فرمود. القصه آستان قشبگی شب پنجشنبه ساعت 8 بعد از آرام یافتن پای مردمان برآمده همراه 100 نفر کفقاس کوانسکی رو براهی شده به حضور امیر رفت. عالم خان در سال 1329 هجری به جای پدرش نشست. همه مأموران او نمک خوردگان خودش اقرار می کنند که عالم خان که به قول پدرش عالم گاو است بعد از 1 هفته جلوسش نادانی، احمقی و بازیچه بودن خود را به عالم اعلام کرده بود. همه مأموران و سپاهیان او دانسته بودند که امیر تازه یک گل بیکار است و خصوص اداره ملک عقل و اراده ندارد. بنابراین هر کدام آنها به هر کاری که می‌دانستند و می‌توانستند خودسرانه شروع می‌کردند. از این جهت در مملکت یک خرج و مرج و بی ترتیبی زیاد میدان گرفته بود. پیش از آن که به احوال خصوصی عالم خان شروع نماییم، مناسب است که در خصوص بعضی عملداران در خانه او و مرتبه و درجه آنها و وظیفه‌های آنها کمی معلومات بدهیم. مأمورین و سپاهیان و عملداران دربار نوحست مدار عالم خان خیلی بسیارند، لیکن ما در اینجا به همه آنها کاری نداریم. مثلا در خصوص حاکم قرغان ها، قاضی ها، رئیس ها، مرشب ها و املاکدار ها و مانند آنها تفصیلات دادن را در این کتاب گنجایش و لزومی نیست. ما در اینجا تنها از مأمورین که به سیاست او دخل و تأثیر کلی داشتند اجمالا صحبت کرده میگذاریم. پیشتر از همه از 4 حاکم شهر بخارا که مرکز و مرجع تمام مأمورین و منصبداران امیر بوده در اکثر کارهای امیر به مناسبت و به مداخله نبودند معلومات دادم میگذاریم. نصرالله قشبگی ابتدا به خدمت آستان قشبگی حاکم حصار به طریق میرزایی در آمده، از آنجا کارش رو به ترقی نهاد و به حکومت بعض قرغانها تعیین شده. عاقبت یکی از منصبداران بزرگ امیر عبدالاحد به شمار می رفت. در زمان عبدالاحد بعد از واقعه شیعه و سنی که ذکرش در بالا گذشت، به جای آستان قشبگی به منصب قشبگیگری تعیین شد و بعد از انقلاب روسیه نیز با کمال اقتدار در سر کار بود. بالاخره در اثنای واقعه کالیسف بیکار شده به کرمینه حبس شد و از طرف رقیب‌های درباریش به حکم عالم خان فراری و اولاد و اتباعش به یک بارگی به قتل رسید. نصرالله قشبگی مردی هنرمند و حیله‌کار بود. چارپرستی، جاه پرستی و بزرگی طلبی را از حد و اندازه گذرانیده بود. با واسطه اینکه زبان روسی را میدانست، با آگنت‌های سیاسی دولت امپراتوری روس که در بخارا بودند و در عامه کارهای حکومت بخارا تأثیر کلی داشتند، میتوانست که بلا واسطه گفتگو کرده موقع سیاسی خودش تأمین نماید. بعد از آن که مرتبه قشبگیگری رسیده از هر جهت مورد اعتماد وکالت سیاسی دولت امپراتوری روسیه نیز گردید، حرص چاه پرستی خودش را به درجه اعلا به میدان نهاده با همه مأمورین بزرگ و عملداران در خانه عالم خان مبارزه نفوذ را سر کرد. آهسته آهسته قاضی کلان و رئیس را مغلوب کرده تمام کارهای آنها را به دست خود گرفت. چنانچه حکایت میکنند در زمانی که قاضی برهان الدین ابن قاضی بدرالدین در ایامی که رئیس بخارا بود، یک روز از حضور نصرالله قشبگی به خانه‌اش میگردد و به پیشخدمت خود به کمال غضب به حسرت میگوید که این نصرالله قشبگی مرا رئیسی کرده نمیماند. امروز در حضور یک جماعت عملداران کلان مرا خجالت داده در شهر گوشت قیمت شده است. شما خبرداری نمی کنید. رئیس این طریقه فارغ بال نمی شود گفته و مرا تحقیر کرد.
مایان زور زده آستانقل قشبگی را بیکار کنانیدیم تا که منصب به این مرد رسید. این قدر ناشناس اکنون به جای میندنداری مرا تحقیر کرد گفته اظهار درد و الم می نماید. لیکن این از اون عجوزنالی های خانگی را فایده متصور نبود. موقع نصرالله قشبگی بسیار محکم شده بود. گربه بازی های قاضی و رئیس او را نمی توانست که ضرری رساند. در اندک زمان رئیس و قاضی کلان با تمام طرفداران خودشان گردن خودها را بسته به کمند نفوذ نصرالله قشبگی دیدند. اگرچه گاگاهی می تپیدند ولیکن به جز اطاعت طلبهای او دیگر چاره‌ای نداشتند. نصرالله قشبگی با عملداران در خانه در ناخواند. مقربان و همصحبتان امیر داخل مبارزه نفوذ گردیده همه آنها را مغلوب کرد و در داخل مملکت امیر از او صاحب نفوذتر و پرزورتر کسی باقی نماند. به ولایت ها قاضی رئیس تعیین کردند، به مدرسه ها مدرس و به مسجد ها امام گذاشتند که وظیفه قاضی کلان بود. احتساب بازارها که وظیفه رئیس بود. حتی حیات خصوصی امیر عالم فراری که به مشورت و ثوابدید عملداران در خانه اداره می شد همگی در زیر نفوذ نصرالله قشبگی در آمده بود. چنانچه در بالا گفتیم نصرالله قشبگی زبان روسی را می دانست. بعضی روزنامه های روسی را می خواند. بنابراین از احوال زمان آنقدرها بیخبر نبود. بعد از انقلاب فوریه مانند سایر ارکان دولت عالم خان حیران دهن گشاده نماند، بلکه نازکی موقع را به زودی ادراک کرده به فکر زیاد کردن نفوذ خودش افتاد. از فرصت استفاده کردنی شده قاضی کلان برهان‌الدین و رئیس را افطانیده به جایش محمد شریف مخدوم و قاضی عبدالصمد را که از جدیدان به شمار می رفتند و طرفداران خودش بودند قاضی کلان و رئیس تعیین کنانید. لیکن سیاست دشمنانه دربارش به او غلبه نموده. آخر او تمام اولاد و منصوبانش نابود گردیدند. قاضی کلان چنانچه معلوم است قاضی کلان رئیس تمام روحانیان یعنی ملاها می باشد. از آنجا که مسئله های حقوقی نیز در مسلمانان تابع دین و به دست روحانیان بود، قاضی کلان رئیس تمام مأمورین عدلیه به شمار می رفت. در زمان عالم خان فراری اولین قاضی کلان قاضی بقاجان بود که بعد از وفات قاضی بدرالدین از طرف امیر عبدالاحد تعیین شده بود. در سال 1303 هجری امیر عالم فراری فرمود که قاضی بقاجان و رئیس برهان‌الدین در برابر امیر در چهارباغ شیربدن توی دهند. اولا قاضی بقاجان طمعکار توی بسیار بزرگ سر کرده صدها هزار تنگه اسراف نمود و به امیر و درباریان رشوت‌های از حد زیاد داد با امید اینکه رتبه و منصبش زیاده خواهد شد. بعد از تمام شدن توی مذکور قاضی بقاجان به چیزی که امید داشت نرسیده به خانه برگشت و در حال برهان‌الدین که قاضی چهارجوی بود به شیربدن آمده توی را سر کرد. به امیر و درباریان او بیشتر از قاضی بقاجان رشوت داد. گویند که به عالم خان یک تختی مرصع به جواهر تقدیم کرد و در نتیجه به جای قاضی بقاجان قاضی کلان شده به بخارا آمد و بعد از انقلاب فوریه به مناسبت فرمان اصلاحات به تقاضای نصرالله قشبگی از قاضی کلانی بیکار شده. بعد از 4 ماه باز قاضی کلان شده تا به وقت انقلاب کلان بخارا سال 1920 قاضی کلان بود. بعد از انقلاب به حکم سود انقلاب که در حضور عامه مهنتکشان بخارا ترتیب شده بود حکم به قتلش شده کشته گردید. قاضی برهان‌الدین یک مرد احمق بیسوادی بود. با وجود آن که رئیس روحانیان و مأمورین عدلیه به شمار می رفت از خواندن خطهای عادی عاجز بود. در اکثر مرافعه ها وثیقه و روایت ها را خواندنی شده بیسوادی خودش را به همه معلوم می کرد. نامهای در آنجا نوشته شدگی را غلط می خواند. ملازمانش و خدمتگارانش چقانی کرده مضمون مسئله را به او می فهمانیدند. عجیبتر این که این مرد با وجود بیسوادی در تمام دوره رئیسی و قاضی کلانی خودش اصلا درسگویی را ترک نکرده بود. ملاها و ملابچه ها که خوشامدگوی و نفاق را پیشه خود کرده بودند برای استفاده به درس او حاضر می شدند. 4-5 نفر مدرس نیز مخصوصا آمده در وقت درسگویی او می نشستند. همین که قاری جماعی ملابچه ها عبارت کتاب را می خواند و نوبت تکریر به قاضی کلان می رسید، قاضی کلان به فراغبال ناسقوطی را برآورده یک ناس می کشید. آن 4-5 نفر مدرس که مخصوصا برای خدمت آمده بودند فوراً در میان خودها شروع به مناظره می کردند. شاگردان نیز به این مناظره شریک می شدند و یک غلغله عجیبی می برداشتند. قاضی مثل یک تماشابین به هر کدام آنها حیران نگاه کرده می نشست و به همین مسخرگی درس تمام می شد و شاگردان برآمده می رفتند.
برهانالدین قاضیکلان بسیار توانگر بود و ثروت و دارایی او حد و حسابی نداشت. کینه‌جویی، عداوت پیشه، فاسق و حریص جاه و منصب بود و در ایام رئیسی خودش با استان قلقشبگی و با قاجان قاضیکلان رقابتی سخت داشت. بر ضرر آنها خیلی کار میکرد، لیکن از آن جا که احمق بود اکثر بازیچه دست دیگران میشد. چنانچه در بالا دیده شد در فتنه جنگ شیعه و سنی یکی از ارکان این فتنه او بود. پول بسیار و دولت بیشمارش او را در این گربق رقصانی و فتنه کاری ها معاونت میکرد. بعد از آن که قاضیکلان شد دچار رقابت نصرالله قشبگی گردید. اگرچه از او مغلوب شد لیکن رقابت و دشمنی را دوام کنانید. بالاخره با دیگر دشمنانی درباره نصرالله قشبگی یکی شده او را بیکار کنانید و به کشتن داد. یک رقیب دیگر او قاضی محمد شریف صدر بود که بعد از انقلاب فوریه چنانچه در بالا ذکر کردیم از طرف نصرالله قشبگی قاضیکلان شده بود. محمد شریف صدر طرفدار جدیدان به شمار می رفت، لیکن حقیقتا این مرد را غیر از منصب قاضیکلانی بخارا دیگر مقصدی نبود. او قاضیکلانی را میراث پدر خود می دانست. پدرش قاضیکلان بخارا بوده است. بنابر آن به هر وسیله می خواست که قاضیکلانی را از برهانالدین بگیرد. برای حصول این مقصد از طرف طرفداران جدیدان نیز ابا نمی کرد. برهانالدین او را نیز مغلوب کرد. بعد از آنکه امیر عالم خان فرمان اصلاحات را داده بیان نامه دروغ خودش را نشر کرد و در نتیجه این بیان نامه نمایش معلومی جدیدان بخارا واقع گردید و فتنه‌ای که از طرف برهانالدین ترتیب شده بود و وقوع آمده طرفداران و نزدیکان قاضی برهانالدین قاضی محمد شریف مذکور را از اسب افسانیده زدند و فضیحت کردند. بالاخره قاضی محمد شریف از قاضیکلانی بیکار شده و جایش قاضی برهانالدین آمد. مبارزه محمد شریف صدور و برهانالدین صدر بعد از این واقعه نیز دوام می‌کرد. طرفداران این دو شخص شریعت در ناخنک به حال دو گروه منتظم در آمده در مقابل یکدیگر تدبیرها می‌کردند و حتی میان این دو گروه جنگ‌های کوچکی نیز واقع می‌شد. طرفداران محمد شریف صدر تا یک درجه خودشان را هواخواه انقلابچیان بخارا می شمردند، زیرا دوباره قاضیکلان شدن محمد شریف صدر را وابسته به انقلاب بخارا گمان می کردند. بالاخره این گروه نیز از طرف برهانالدین به صورت قطعی مغلوب گردید. بعد از بیکار و کشته شدن نصرالله قشبگی برهانالدین قاضیکلان صاحب نفوذترین و بزرگترین منصبداران بخارا گردیده بود. تمام اولاد و اتباع خود را به منصب‌های کلان رسانیده دستیار و معاون فتنه و فساد قرار داده بود. چنانچه برادرش کرام‌الدین در ولایت چارجو قاضی بوده در واقعه کالیسف در مقابل عسکرهای شورایی هجوم کرده باعث محاربه چهارجوی شده بود و برادرزاده‌اش امینجان مخدومی ضیاء که در گروه بازی‌های محمد شریف صدر و برهانالدین صدر یک عضو فعال گروه برهانالدین بوده طرفداران محمد شریف صدر را در کوچه و بازار میزد و میزنانید. در تومان خیرآباد قاضی بوده و منصب اوراقی رسیده بود. عمر خان پسر بزرگ برهانالدین که در ابلهی و به ادراکی ضرب المثل شده بود در تومان پیرمست قاضی شده به منصب اوراقی رسیده بود. عثمان خان پسر خرد برهانالدین با وجود خردسالی به منصب اوراقی رسیده به تومان زندانی قاضی شده بود. این چنین هر کدام از نزدیکان او نیز به هر جا قاضی و رئیس شده بودند که ذکر همه آنها در اینجا گنجایش ندارد. قاضی برهانالدین کاری که از دیگر قاضیکلانان بخارا زیادتی داشت همین بود که خودش به واسطه بچه‌های امرد را یافته به امیر می‌فرستانید. قاضیکلانان سابق مثل قاضی بدرالدین و قاضی بقاجان نیز اگرچه از این رذالت بری نبودند لیکن آنها این کار را به واسطه دیگران می‌کردند. اما قاضی برهانالدین با لذات به این بی‌ناموسی مشغول بود. چنانچه در بالا گفته شد بعد از واقعه اصلی نصرالله قشبگی حاکم مطلق بخارا شده بود. اهالی دربار را با ضرب پول طرفدار خود کرده چندی از ملایان فتنه طلبی بی سر و پا را به دور خود جمع کرده و سیاست خارجی و داخلی بخارا تاثیرهای کلی میکرد. آنقدر خونریزی ها، تاراج ها، به انصافی ها که از واقعه کالیسف تا انقلاب کلان بخارا در قلمرو امیر به عمل آمد میتوان گفت که برهانالدین را در همه آنها دخل کلی بود. میرزا نظامی‌الدین مشهور به میرزای اورگنجی در زمان عبدالاحد در ولایت چهارجوی حاکم بود. این لقب به مذکور نه از آن جهت که اصلی از اورگنج است. در این خصوص دو روایت است. یکم اصل آن از قشلاق اورگنجی کرمینه، از کرمینه 2 چقرم دور بوده. این لقب از آن است.
با روایت دوم بنابر یک رها و اینادناک بودنش اورگنجی میگفتند. بخاریان یک رها و ایناد پیشه را اورگنجی میگویند. اولهای حال میرزاچه نامگوی نویس بوده، ثانی به ملا حسین دیوانبگی میرزایی کرده است. میگویند که روزی امیر عبدالاحد به یکی از مراقبان خود میگوید که یک شخص باشد که ترسانچک باشد، او را املاکدار تعیین نمایم تا که حق مرا بقدر به من سپارد. به همان مورد نظام الدین را درک میدهند که از همان روز سر کرده پایه پایه ترقی کرده میگیرد و بالاخره به چهارجوی حاکم میشود. تا آن درجه ظلم و جبر میکند که اهالی از شدت ظلم او به مرو و ماری میگریزند. مذکور برای کیسه امیر را پر کردن هرچی میتواند از اهالی در پی پول ستانیدن میشود. از آدمان و شاگرد پیشه های او کدام چیزی که از خلق طلب کنند از ترس این ظالم به قیل و قال میدادند. هر کسی را که حبس میکرد از کلی عویز نام شاگرد پیشه اش که مأمور این کار بود میپرسید فلانه حاضر هست می؟ از این سؤال مذکور میدانستند که کشته شدن آن لازم است. همان شب میکشتند. همه شاگرد پیشه های آن دوست و متهم بوده همه وقت مذکور به اطراف خود این طریقه آدمان را جمع میکرده است. فقرای بسیار 3-4 املاک از ظلم مذکور به اورگنج فرار نمودند. بعد از واقعه جنگ ملا و ایرانی بعد از ازلی آستان قشبگی و قشبگی پایان تعیین شده است. تخمینا در سال 1912 در قفشی بعضی آثار اختلال نمودار شده اورگنجی با امیر عالم خان رفته کسی بسیاری را قتل کرده آمده است. سال 1916 توره غزار در نام قوس اکرم خان به اهالی بسیار ظلم کرده، مالهای مردم را گرفته، بچه هایشان را به عسکری گرفته اهالی را به جان میرساند. از این جهت اهالی شهر سبز در تردد اسیان میشوند که این خبر را قاضی و رئیس فهمیده به امیر معلوم میکنند. امیر نظام الدین مذکور را میفرستاند که رفته به واسطه صاحب نفوذان مملکت اهالی شوریده را آرام میکند. ذاتاً این حرکت به تحت رهبری اقالیق شهر سبز دوام نموده است، چون که توره مغرور به اختیار خود کار کرده به مذکور اعتبار ننموده است. به مناسبت فرمان اصلاحات امیر میرزا نصرالله قشبگی معزول شده، به جای آن به قشبگی تعیین شده تا محاربه کالسف ایستاده. بعد از آن از کار فرآمد. بعد از خیلی از محاربه کالسف گذشتن امیر عالم خان خود را یک دولتی مستقل حساب نموده مذکور را باز به حوله پایان قشبگی تعیین نموده. لوازمات کارهای خارجی مناسبت با دولت شورایی و افغانستان را به دو تفویض نمود. بنابر نهایت درجه احمق و سفه بودن عثمان بک قشبگی اورگنجی از نفوذ خود استفاده نموده و تمام کارها مداخله می نمود. مذکور تا زمان انقلاب کلان بخارا و این منصب بوده. بعد از آنکه عسکر سرخ بخارا را اشغال نمود از پشت امیر گریخته رفته، در اثنای راه از کوه با همراه اسبش افتاده، قاش زین شکمش را تیشک کرده، روده هایش برآمده به انواع عقوبت مرد. رئیس منصب رئیسی یا به عبارت دیگر محتسب بعد از قاضی کلانی درجه دومی ریاست روحانی به شمار می رفت. وظیفه رئیس احتساب کردن بازارها، پرسیدن دعواهای اطراف شهر، احتساب نمازخوانان و قماربازان، تعیین کردن مؤذنان و درست کردن راهها بود. رئیس نیز مثل قاضی کلان ماهانه و تنخواهی معین نداشت. خودش و 30-40 نفر ملازمانش و تمام منصوباتش تمام دبدبه و دارایی و زندگانی خودشان را از رشوتی که از بازاران شهر و از مهرانه و رشوتی از دهقانان به زوری ظلم می‌گرفتند تأمین می‌کردند. در زمان عالم خان فراری ریاست بخارا اولا به قاضی برهان الدین پسر قاضی بدرالدین که احوالش در بالا گذشته رسیده بود. بعد از واقعه شیعه و سنی برهان الدین مذکور معزول شده و جایش عبدالله خواجه رئیس شد. بعد از انقلاب فوریه چنانچه در بالا گذشت از تأثیر سیاست نصرالله قشبگی قاضی برهان الدین از قاضی کلانی و عبدالله خواجه از رئیسی معزول شده، به جایشان محمد شریفی صدر قاضی کلان و عبدالصمد خواجه صدور رئیس شدند. بعد از نشر فرمان اصلاحات و نمایش جوان بخاریان و بلوای عکس الحرکتچیان عبدالصمد خواجه بیکار شده، مصنف در ناخنک و منصب ریاست تعیین گردید. مصنف مذکور که نامش ایزام الدین بود مرد نشأمند و جاه طلب بوده، با قاضی برهان الدین رقابت و دشمنی کهنه داشت، لیکن از آنجا که متعصب و دشمن اصلاحات بود عداوت دیرینه را یک طرف گذاشته در تدبیرهای
عکس الحرکت خود را بازیچه دست برهان‌الدین قاضی کلان قرار داده بود. خزینه چی؟ چنانچه از نامش معلوم است این آدم محافظ خزینه امیر است. انبار مالهای حکومتی در اداره اوست. از 40 نفر زیادتر آدم به فرمان او می باشد. واردات و مصارف مملکت را به دفتر قید کردن، از انبار چیزهای لازمه را گرفتن و ماندن همه با واسطه خزینه‌چی اجرا می شود. رسما خزینه به کارهای ملکی و عسکری و سیاسی مملکت دخل ندارد. در زمان عالم خان خزینه‌چی او امام قل نام جلاد بیباک مشهور بود. امام قل مذکور یکی از پسترین خدمتگاران دربار عبدالاحد بود. وقتی که عالم خان از روسیه گشته آمده چند گاهی در کرمینه ایستاده، بعد از آن به حکومت قرشی تعیین شد. عبدالاحد امام قل را به خدمت او تعیین نمود. امام قل از همان وقت باز در عالم صفاحت و بی‌تمیزی شریک و رفیق عالم خان بود. امیر عبدالاحد اگرچه مرد فاسق و ظالم بود، لیکن عملدار و مأمورین و خدمتگاران خودش را بسیار تضییق میکرد و اصلا نمیگذاشت که آشکارا و فسق و فجور مشغول باشند. بنابراین عالم خان را همیشه تضییق میکرد و خصوصا از جهت اینکه همین امام قل را شریک همه کار خود قرار داده است، عالم خان را مردی غضب خود ساخته بود. همین که عالم خان امیر شده به بخارا آمد، امام قل را به دربار خود راه داده اودایچی و خزینه‌چی تعیین کرد. این مرد جاهل بی‌حیا تنها با وظیفه‌های خزینه‌چیی که در بالا عرض کردیم قناعت ننموده، از احمقی و بی ارادگی عالم خان فراری استفاده کرده به همه کارهای مملکت دست تسلط خود را دراز کرد. به منصب‌ها و عمل‌های کلان او نامزد تعیین می‌کرد. جدول انعام و احسان امیر را او ترتیب می‌داد. به کارهای قاضیخانه و شریعت او مداخله می‌کرد. از املاکدارها و حاکم‌ها او حساب می‌طلبید. مجلس‌های فسق و صفاحتی امیر را او اداره می‌کرد. به کارهای عسکری نیز دست دراز می‌کرد و بالاخره پلان جنگ را هم او می‌کشید. بنابراین در زمان نصرالله قشبگی در میان این دو نفر هیکل احتراس دعوای نفوذ سر شد و نصرالله قشبگی به امام قل غلبه کرده به قرشی برای خدمت تعیین نمودن فرستاد که از رکاب امیر دورتر باشد. بعد از آنکه نصرالله قشبگی معزول شده به جایش نظام الدین مشهور به میرزایی ارگنجی گذشت، امام قل مذکور خانه را خالی دیده باز به دربار برگشت و با قاضی برهان‌الدین اتفاق نموده از اول زیادتر به فساد پیشگی خود دوام نمود تا بالاخره همراه عالم خان به افغانستان فرار نموده در آنجا به مریضی زخم گرفتار گشته دنیا را از هستی ناپاک خود رهانید. اینک اشخاصی که به سیاست عالم خان فراری بیشتر تاثیر داشتند همین ها بودند. عالم خان طبیعتاً به اراده و صفاحت پیشه یک چیزی بود مانند بعضی کیرم‌ها که در مرداری نشأ و نما یعنی نشأ نما می‌یابند. چون خود را در میان اینقدر بدتینتان و فسق پیشگان دید، با کمال ممنوعیت رو به نشأ و نما نهاد. عالم خان در سال 1329 هجری به جای پدرش پادشاه شد. در اول پادشاهی خود چنانچه رسم هر پادشاه تازه است، محضاً برای اینکه رعیت را فریب داده باشد به فکر اصلاحات کار حکومت افتاده و بعد از نشست و برخاست زیاد یک فرمان ناپسندی که گویا فرمان اصلاحات نام داشت امضا کرده چند نسخه قلمی نویسانده نشر کنانید. ما یک نسخه مختصر این فرمان بی نتیجه را از کتاب تاریخ امیران منقیط که تالیف رفیق صدرالدین عینی است در اینجا نقل می نماییم. جناب عالی رفاه و آسایش عموم اهالی را صمیمانه می خواهند برای سعادت رعیه و آبادی مملکت با عون الهی سعی و کوشش می کنند. تا حال قاضیان که به دربار عالی یعنی امیر سال چند بار تارتق و پیشکش می فرستانند و بر اهل دربار تعارف و هدیه می دادند، بعد از این به کل معروف مرفوع و به صورت قطعی ممنوع است. چون قاضیان معاف شدند لازم است که به حال فقرا ترحم در ناخنک نموده زیاده طلبی ننمایند. ملازمان و نوکران ایشان نیز از فرسخ پولی یعنی فرسخ 2.5 تنگه بخارا زیاده نگیرد. هر کسی که از این فرمان تجاوز کند معزول و مسئول خواهد بود. در اینجا یک فرسخ 2.5 تنگه بخارا 38 تین برابر. خصت الخراج زمین های مملوکه سلطانی را که تا حال از 10-4 گرفته می شد بعد از این از 10-3 گرفته شود. ماهیانه سرباز و معاشگیران دربار حکومت
از علما و امرا و سپاه بعضی نیم حصه و بعضی یک حصه و بعضی 2 حصه زیاد کرده شود. معلوم است که این فرمان از 4 ماده اساسی عبارت است. یکم، ممنوع شدن تارتوق و پیشکش‌های درباری. دوم، تعیین فرسخ پولی. سوم، 1/10 کمتر شدن حصه الخرج زمین‌ها. چهارم، زیاده شدن ماهیانه معاشگیران دربار. هر کس می‌داند که این 4 ماده از برای اصلاح اداره یک مملکت کافی نیست و نمی‌تواند هیچ صنفی از صنف‌های موجود مملکت را خرسند و راضی نماید. واقعاً قاضی و حاکم‌ها هر ساله به امیر و اهل دربار او از حد زیاده پیشکش، هدیه و تارتوق و رشوت می‌دادند و هیچ کدامش اینها را از کیسه خود نمی‌کردند، بلکه 2-3 برابر کرده از اهالی، خصوصاً از دهقانان می‌گرفتند. بنابراین برداشته شدن این عادت برای اهالی شبهه نیست که فایده‌ناک بود، لیکن هیچ کس به دوام این کار باوری نداشت، زیرا خود حاکم‌ها و قاضی‌ها به این فرمان امیر راضی نبودند. فقط نصرالله قشبگی با تمام نفوذ خود به اجرای همین ماده فرمان امیر می‌کوشید. نصرالله قشبگی گمان می‌کرد که اگر رسم تارتوق و پیشکش و رشوت درباری برداشته شود، هیچ کس را و حتی خود امیر را نیز در عزل و نصب حاکم‌ها و قاضی‌ها منفعتی نمی‌ماند. بنابراین هیچ کدام آنها با مسئله عزل و منصب دخلی نکرده همه را به اختیار نصرالله قشبگی واگذار می‌کنند و او را حاکم و صاحب نفوذ یگانه مملکت می‌شناسند. لیکن رقیبان و دشمنان او مقابل این یک ماده فرمان تدبیرها کردند و به قاضی‌ها و حاکم‌های ولایت فرمودند که به مشورت نصرالله قشبگی و امیر تارتوق و پیشکش فرستانند. عالم خان نیز فرمان امضا کرده خودش را فراموش نموده این تارتوق و پیشکش ها را قبول کردن گرفت. این خود اولین ضربه بود که به نفوذ نصرالله قشبگی از طرف دشمنانش فرود آمده بود. ماده دوم فرسخ پولی است که این خود وابسته به اجرای ماده اول بود، زیرا اگر قاضی و حاکم‌ها به امیر و اهل دربار او هر ساله تارتوق و پیشکش و رشوت‌ها نمی‌فرستادند، هر کس حق داشت که به آنها بگوید که از رعیت کمتر پول بگیرید، چنانچه در فرمان امیر هم این معنی صراحتاً گفته شده است. حالا که آنها مثل سابق به تارتوق و پیشکش و رشوت دوام نمودند، امیر هم رعیت را تالان نکنید گفته نمی‌توانست. بنابراین ماده دوم فرمان امیر خود از خود ساقط و به اعتبار مانده بود. ماده سوم که کم شدن حصه الخراج زمین‌های زراعتی بود، نیز هیچ فایده و قیمت عملی نداشت، زیرا استفاده مالیات و حصه الخراج زمین‌ها فقط به تخمین املاکداران میشد. مثلا پیش از این فرمانی به اساس که املاک 10/4 یعنی که از 10/4 حصه بود، یک املاکدار به خیرمن دهقان رفته او را 20 من تخمین میکرد، 8 منش را میگرفت. بعد از نشر شدن فرمان که املاک به 10/3 از 10/3 فرامد، همان املاکدار میتوانست به همان خیرمن رفته او را 30 من تخمین کرده 10 منش را طلب نماید. هیچ قوتی هم به این کار او مانع شده نمیتوانست. ماده چهارم که زیاد شدن ماهانه سرباز و ملاها بود، اعتراف میکنیم که قیمت عملی داشت و زود اجرا هم شد. سربازها و ملاها که محافظت کنندگان ظلم و استبداد امیری بودند به ماهانه زیاد رسیدند. به این بهانه خرج خزینه امیر زیاد شد، بار اون نیز به گردن دهقانها افتاد. این بود قیمت و ماهیت اولین فرمان اصلاحاتی امیر عالم خان فراری. کاری دیگری که عالم خان در اولهای ایام پادشاهی خود کرد، بنای مدرسه نو بود که او را مدرسه عالی می نامیدند. ما گفته بودیم که اینان اختیار عالم خان ابتدا به دست نصرالله قشبگی بود. نصرالله قشبگی به خوبی میدید که در مملکت یک حرکت تازه به اسم جدیدی پیدا شده است و رو به ترقی است و میدانست که یک قسم از سوداگران بزرگ و بعضی از ملاها و سپاهیان که یا طرفدار سوداگران یا به واسطه از منصب عقب ماندن نارضایان اداره حکومتند، این حرکت را اداره می کنند. نصرالله قشبگی از حرکت سیاسی و فرقه های پرولتاری و بورژوازی که در روسیه در مقابل ابتداد نیکولای می رفت واقف بود. اینچنین از انقلاب های ایران و ترکیه نیز بیخبر نبود. بنابر آن پیشرفت حرکت جدیدی او را در اندیشه انداخت. به خصوص از طرف جدیدان به نام او مکتوب ها و مقاله ها نوشته شده او را اقلا به اصلاح مکتب و مدرسه دعوت می کردند. نصرالله قشبگی خواست که در نزد این جماعه نیز آبروی و نفوذی داشته باشد. بنابر آن امیر را به بنای یک مدرسه که پروگرام درسش از پروگرام مدرسه های کهنه وسیع‌تر باشد وادار نمود و خودش مباشر این کار گردید. مدرسه بنا شد
مدرسه های حساب و هندسه و حسن خط و درس های دینی تعیین شدند. لیکن این مدرسه نتوانست که نظر و دقت هیچ گروهی را به خود جلب نماید.